توی پارت سوم از سفرمون. تازه براتون ویدیوی پارت دوم براتون آپلود کردم، برید ببینید و نظرتون رو نظرتون براش بگید. اگه صدام گرفته به یه سرماخوردگی بد مبتلا شدم و خیلی بد دیگه، خیلی حالم بده. آره دیگه، مامانم خانوادم رفتن برج آزادی، من نرفتم چون حالم خیلی بده. برام که دارم براتون ویدیو میگیرم از سختی براتون ویدیو میگیرم، بفهمید. نرفتم برج میلاد اما ویدیوشو براتون میذارم 100%. و آره دیگه، پس بریم که این ویلاگ رو شروع کنیم. اما یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و نظرتو تو کامنت بنویسید برام. پس بریم ویدیو رو شروع کنیم. I search to find the love within. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in the daze from your love, you see. ما از اشتهار حرکت کردیم به سمت کرج. توی یک خونه فامیلامون موندیم و فردا حرکت میکنیم و میخوایم بریم بیرون. فکر کنم میخوایم بازار جامعه بریم و یه پارک اینجا هست، اونجا میخوایم بریم. من آماده شدم و اینو پوشیدم با یه دونه شلوار نمیدونم چی بله دیگه. خب بچه‌ها، الان که من بیکارم میخوام چند لحظه باتون حرف بزنم در مورد چند تا چیز. اولیش که وقتی ما تو اشتهار رفتیم هیچ کار خاصی ندادیم و این که اصلا من روزمرگی نگرفتم. خب چون این سفره، اگه بخوام بگیرم خب با مثلا بگم آره من بعد این میخوام بریم جایی و اشتهارم یه جورایی مثل روستامانند بود که مثلا یه بازار کوچیکی داشت و چند تا مسجد اینا، نمیدونم درسته که روستای کلا، اما با وجود جمعیت زیادشون باعث شده که مثلا چیزای زیاد ساخته بشه و پیشرفت کنه. و آره دیگه، جای خاصی نرفتم. اگه میرفتم براتون 100% فیلم میگرفتم که رفتم بازار با 3 تا دوستم سوغاتی گرفتم و آره دیگه. الانم دیگه میخوایم بریم و بعد این که من ویدیو رو براتون گرفتم خواهر کرجیم دیگه. بعد این کرج میریم قم حرکت میکنیم، اون چند روزم میشینیم، زیارت هم میکنیم و بعد اونم دیگه میریم مشهد هم امتحان میدیم. یس، پس بریم.
که رو انداخت خاطر جمع زائر می شود. قبل زائر کوله بار راه حاضر می شود. دل سپردن ساده اما دل بریدن مشکل است. یک سفر هر کس بیاید قم مهاجر می شود. خوش به حال خانه خشتی نزدیک حرم، آخرش یک تکه از صحن مجاور می شود. دست را بر سینه‌ات بگذار و چشمت را ببند. روبرویت گنبد و گلدسته ظاهر می شود. بچه‌های عزیز، ما برگشتیم بعد از 10 ساعت توی ماشین و آره دیگه خیلی خسته ایم اصلا همون، ولی من باید لوازمم سر جاشون بذارم و بعدش هم برم صبحانه مشتی بزنم به بدن و بعدش هم میخوام بخوابم. خیلی خستم توی ماشین اصلا. و بعد اونم از بس که مثلا خوراکی خورده بودم شکم درد شده بودم و دیگه خیلی بد بود و اصلا نتونستم فیلم بگیرم. تو آخر نزدیکای صبح بود که یه کوچولو فیلم گرفتم براتون دیگه. امیدوارم راضی باشین. اصلا همه چیز خرابه. تو کیف انداختم، حتی گوشیم هم خاموش بود. خاموش کردم، فقط چهار کردم خوابیدم، ولی خب بازم هیچ جایی نمیتونه جای تشک رو بگیره اینقدر نرم. آره دیگه الانم میایم لوازممون رو میچینیم سر جاشون و بعدش هم میریم یک دوش کوچولو میگیریم و میخوابیم تا بعد از ظهری و بعدش هم میخوام برنامه‌ریزی کنم واسه درسام که شنبه به بعد امتحان بدیم.